حضرت انس میگوید 10 سال من عضو خاندان محمد صلی الله علیه و سلم بودم. 10 سال خدمت این حبیب خدا را میکردم. دائم دعاش گوش میکردم. دعاش همین بود: اللهم آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخره حسنه و قنا عذاب النار. پروردگارا ما را در دنیا و در آخرت نیکی نصیب بگردان و از عذاب آخرت پروردگارا ما را نگه بدار. ما نیز با این دعای معلممان، با این دعای پیشوامان شریک میشویم و دعا میکنیم پروردگارا برای ما نیز یک گروه بندگان تو، یک گروه پیروان حبیب تو نیکویی نصیب بگردان، هم در دنیا و هم در آخرت. و خدایا از عذاب دوزخت این جمعیت ما، این قوم ما را نگه بدار. салом дӯсто, бисёри шумо аз простатит тағмисӣ мекашиде. марҳамат бародаро, ба шумо тавсия метавонам полноценный курс лечения барои простатит. иншаллоҳ ки ҳам мардонага ба хоҳад мекунад, ҳамчунин желаниям хобагия хуб мекунад, ҳам барои гурда, меъда, қади рӯдуҳо беҳад эффективнай. трилибус масин, 2 дона равғани хилба, 1 та қисал ҳинди, 2 пачка фитосвеча. غیر از این شرکت شفافرما برای شما حجامه بپول را پیشنهاد می‌نماید. کسانی که در شهر مسکو قرار دارد هم رفته حجامه کنند، هم داروهای خود را دسترس نماید. مرحمت. اللهم اغفر لنا، اللهم ارحمنا، اللهم اهدنا، اللهم ارزقنا. پروردگارا گناهان ما بنده ها تا مغفرت بگردان. خدایا ما بنده های تو هستیم، ما را در رحمتت شامل بگردان. و خدایا ما را و اهل عیال ما را هدایت بفرما. خدایا برای ما رزق فراخ از وجه حلال نصیب و روزی بگردان. اللهم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک. ای گرداننده دلها، ای تغییر دهنده دلها، دلهای ما را پروردگارا در دین خودت ثابت و مستحکم نگه بدار. اللهم انا نعوذ بك من فتنة النار و عذاب النار و من شر الغنا والفقر. خدای مهربان ما را از عذاب دردناک نجات بده و سوی تو پناه طلب میکنیم. و از اون مبلغ و دولت و سهولتی که ما را اگر متکبر بگرداند، ما را مغرور بگرداند، ما را از یاد تو دور بگرداند، خدایا از این مبلغ ما را محروم بگردان. و خدایا آن فقری که عاقبتش از یاد تو دور شدن باشد، عاقبتش ضلالت و کفر باشد، خدایا از این گونه فقر هم ما را نجات بده. خدایا دولت ما تاجیکان آباد بگردان. خدایا دولت ما را یکی از دولت‌های نمایان بگردان. اقتصاد شه، اسلام شه، فرهنگ شه، خدایا بلند بگردان. و سرور دولت ما را هم خدا عمر دراز و توفیق با رفیق و از همه گزندها و از همه آفتها خدایا در حفظ امانت نگه بداری. آمین و رب العالمین. جمعه گذشته ما و شما در اطراف سوال و جواب ها بودیم و امروز هم که باشد ما و شما یک چند سوال های بیشماری که الحال نزد من است و در خانه هستند میخواهم جواب های اینها را گردانم و به جواب این سوال ها خیلی با دقت باشین، زیرا اینکه اگر یک نفر ما را سوال کرده باشد این برای همه شما تعلقات دارد. از این سوال باید که همه ما و شما یک عبرت و یک درسی را برخوردار شویم. من دیگر صحبت از همین سوال جواب شروع میکنم زیرا وقتم خیلی نزدیک است. السلام علیکم. اکای حاجی مرزا
ما از ناحیه ایثار و زیارت شما و قوم شما آمدیم. از شما خواهش داریم که با ما یک دعای خیر دهید. با احترام مخلصان شما از ناحیه حصار. خدای مهربان این مخلصان و این برادرانی که از راههای دور و نزدیک، که از حصار و چه از دیگر مناطق این جمهوری و این مسجد الحال حضور دارند، خدای مهربان در هر قدمشان حسنات کتابت بفرمایی و خدایا صحت و سلامت به خاندانشان برسانی، با همه مرادهای نیک خدایا موفقشان بگردانی. آمین و رب العالمین. السلام علیکم بابای حاجی. آیا از نگاه اسلام درست است که برای پیشگیری مردهای نامحرم از زنهای خانواده درهای دروازه ها را بعد از طلوع آفتاب محکم کنیم مثل قاعده های شهری در وقت نبودن مردهای خانه؟ البته بهترین صورت همین است که این برادر سوال کردند که گویم امروز گرگهای درنده زیادند، چشمهای زناکار زیادند، امروز جسمهای فساد، جسمهایی که گویم امروز جامعه را رسوا میکردگی شخصیت ها وجود دارند. آیا اجازت هست که ما دروازه ها ما بسته کنیم تا که از این آفت و از این شرمندگی در امین باشیم؟ البته اجازت است که هر یک مادر و خواهری که شوهرش در خانه نباشد بهترین صورت شمین است که دروازه شب بند کند، یعنی برای پیشگیری کردن از این گونه آفت ها و از این گونه شرمندگی ها. اگر برای کدام شخصیت لازم باشد، میبینیم آدم نزدیک، برادر، خویش قومیت، اگر یعنی لازم باشد در آمدن اونها، این حالت در دروازه را میکشویم و الا اگر در بسته هم که کنیم این جای گناهش نیست، بسیار نیک می شود و هیچ کدام ما هم حق نداریم که گوییم چرا دروازه تو بنده، چرا دروازه تو کشاده نیست. این در حقوق نداریم. ما هر کدام ما سردار در همون خانه خودمان هستیم، به خانه دیگر کاری ما و شما نباشد. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسول محمد و آله و اصحابه اجمعین. بعده استاد مهربان، خداوند ایمان شما را کاملتر و علم شما را زیادتر گرداند. من یک نفر خواهر اسلامی شما، ختم کرده دانشگاه اسلامی به نام امام ترمذی شهر دوشنبه هستم. من سال 2004 به خواست پدر و مادرم با جوان به شوهر برآمدم. مادر یک پسر دوست رو یک هستم و 1 سال می شود که در خانه پدر و مادر خود زندگی دارم. حالا شوهرم جواب مرا دادگی نیست، اما من دیگر با او زندگی کردن نیستم. سوال من با شما چنین است: شخصی که عائله مسلمان را ویران سازد، گوید که تو زنت را سر ده، من خودم تو را زن می دهم و دیگر گپها، پاداش کار او چیست؟ حال آنکه لانه گنجشک را ویران سازند چقدر بی‌ضابطه می شود. شما تصور کنید استاد خانه آدمیزاد را ویران میکنند. فرزند من هیچگاه گرسنه و لوچ نمی ماند. خداوند رازق است و فرزند من همه چیز می رسد، تنها مهر پدر نمی رسد. شوهری که زن نکاحی خود را با زنا تهمت میکند، با گپهای اپش گوش کرده فرزند حلالی خود را حرامی میگوید و از فرزند خود روی میگرداند. خداوند با آن خیل شوهر چی مناسبتی دارد؟ استاد التماس کمی هم که باشد در این خیل آدم ها سخن گویید، آنها را نصیحت کنید. ممکن که یعنی من در بین زنهای مسلمه نشسته باشد و نصیحت های شما را شنیده خطاگی خود و دادرش را فهمد و حس مسلمانی در او بیدار گردد. و استاد شما در حق من دعا کنید، شاید که دعای شما و گوش پروردگار مهربان رسد و این چنین به فرزند من هم دعا دهید که مثل شما فرزند صالح با علم و تقوا و با ایمان به وایه رسد برحمتک یا ارحم الراحمین. یعنی این خواهر گویم یک مصیبت خیلی وزنین
که جدا شدن، خانه ویران شدن خیلی البته مصیبت وزنینی هست. چگونه که حبیب خدا صلی الله علیه و سلم میگوید، یعنی ابغض الحلال الی الله الطلاق، طلاق حلال است لیکن بدترین حلال ها در نزد پروردگار این طلاق است. یعنی چگونه که ما برای همه شما چندین بار گذاشتیم که این نشانه جوانمردی، این نشانه غیرت، این نشانه ایمانداری شما نیست که شما زنهاتان طلاق دهید، شما زنهاتان از خانه پیش کنید. یعنی فرزندها و زنهای شما آواره و به گویم مهر پدر دور از نصیحت و از تربیه شما دور می شود. این فقط و فقط به ضرر اسلام و به ضرر این جامعه ما و شما هست. هیچگاه دادرای عزیز و برادرای مهربان به طلاق هیچ وقت نزدیک نشوید. و این شخصی که زن خدا تهمت میکند و میگوید فرزند تو حرامی است و تو مثال زناکار و دیگر هستی، حبیب خدا یک حدیثی دارد، اجتنبوا سبع الموبقات، شما از 7 چیزی که هلاک تان میکند در دنیا و در آخرت شرمنده تان میکند، از این 7 چیز دور باشید. یکی از اونها چیست؟ حذف المحسنات المؤمنات الغافلات. یکی از اونها تهمت کردن زنی که وای بیچاره درک ندارد، نه به زنا نزدیک شده است، نه فرزندش از راه حرام است، فقط و فقط در تهمت گرفتار شده است. حبیب خدا گفت این تهمتگر از جمله این 7 نفری هست که در دنیا و در آخرت وای هلاک می شود. وای در پیشگاه پروردگارش برای این جنایتی صادر کردهش، برای این تهمتی کردگیش البته جواب می گوید. لیکن گویم آن اپایی که یا دادری که یعنی با این کار دست دادن، از زن جدا شدن، من برای تو زن میدهم، تو را صاحب زن میگردانم، یعنی اینها گویم اینم نشانه ایمانداری نیست، اینم نشانه مسلمانی نیست. مسلمان ها چگونه که من در جمعه گذشته برای شما کمی از مهربانی، کمی از اتفاقی مسلمان ها صحبت کردم، باور کنین این نشانه ایمانداری نیست. حبیب خدا میگوید لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخی ما یحب لنفسه. ایمان ندارد یکی از شما تا زمانی که آن چیزی را که برای خودش دوست می‌دارد برای برادر مسلمانش دوست ندارد. آیا همین اپایی که گوییم این دادر خدا خانه خراب کرد، خانه جدا کرد، آیا وی دوست می‌دارد که خواهر او را داماد اونها به این احوال اندازند؟ آیا دوست می‌دارد؟ البته دوست نمی‌دارد. مادامی که خانه ویرانی خواهر خودت را دوست نمی‌داری، باید خانه ویرانی دختر همسایه را برای خودت روا نبینی. این نشانه ایمانداری ما و شما است. این غمخواری است. باور کن این دشمنی است، این کینه است، این حسد است، این بدبختی است که ما و شما نسبت کلین و نسبت گویم دختر مردم و ما و شما گویم دختر همسایه است، دختر عمکمان است، دختر یگان برادر مسلمانمان است. این گونه گویم عملها را وقتی که ما و شما جاری میگردانیم، این نشانه بی ایمانی و ضعیف ایمانی ما و شما را نشان میدهد. بسیار نیک می شود که اگر همون اپا است، دادر است، وقتی اگر صحبت ما را شنود و حیات اینها را برقرار کند، به خدا قسم در نزد پروردگار اجر خیلی جزیل را، یعنی گویم بی نهایت یک اجر کلانی را برخوردار می شود. وقتی که با یک خانه را شما گویم که چیکار میکنین؟ باز پیوست میکنین. در اسلام دروغ گفتن حرام است، لیکن برای یک زندگی را برقرار کردن باور کنین حبیب خدا اجازت میده که دروغ گوید تا که زندگی یک زن و یک مرد یک جای شود. حال آنکه خداوند ویل برای کاذبان، ویل برای دروغگویان خوانده است.
دروغگو را حبیب خدا منافق گفته است، لیکن در حالت برقرار کردن یک زندگی اسلام رخصت میدهد که شما دروغ استفاده برید. برای همین اگر این خواهر است، این اپا است، اگر این زندگی را برقرار کند انشاءالله در نزد خدا ثواب خیلی کلان میگیرد. السلام علیکم داملای محترم. ما زنها یک سوال داریم. همه میگوید که زنها را با مسجد آمدن درست نیست، یعنی با نماز جمعه. با این سوال جواب گویید. اگر امکانیت باشد برای زنها یک جای معین کنید. التماس خواهش زنها هست. یعنی این مسئله در اداره مفتیات حل شدگی بود. گویم یک گروه عالم های تاجیکستان یک جایه شدند و فرمان صادر کردند که یکی از آن فرمان ها این آمدن زن به نماز جمعه ناجایز است، گفتند مکروه است. این در خانه پیشینش خواند. این یک گروه عالم های تاجیکستان فتوا دادگی هستند. از این خاطر یعنی ما گویم برای شما یگان جای آماده کردن ده شرایط هم نداریم و تا زمانی که باز این عالم ها اگر فتوای صادر نکنن برای آمدن زنها، باور کن از دست ما چیزی نمی آید. تا اگر همون عالم ها باز یک جایه نشده و باز زنها را دعوتی به جمعه نکنن، یعنی از دست من هیچ چیز نمی آید، هیچ چیز نمی آید. اگر چنده که امروز زنها احتیاج به شنیدن امر معروف دارند، احتیاج دارند. امروز اگر ما زنها را امر معروف کنیم، نهی منکر کنیم، انشاءالله باور کنیم خاندان تاجیک مثل یک گلدسته می شود. فرزندای ما و شما با زیادتر همین تاجیکستان را دوست می دارند. دخترای ما و شما دخترای با حیا می شود. اگر ما امکانیت داشته باشیم که زنها را نصیحت کنیم، زیرا که امر معروف فقط برای مرد نیست بلکه برای زنها هم هست. امر معروف باید زنها هم گوش کنند. لیکن امروز که مبادایی که گویم یعنی فتوا که صادر شدگی هست، ما هم تابع مفتیات هستیم، ما هم اجرا کننده فرمان همون گروه عالم ها هستیم. از این خاطر در این بابت من چیز بهر شما گفته نمیتوانم، هیچ چیز گفته هم نمیتوانم. فقط اگر در کجایی که شما میتوانید که اگر یک جمعیتی اگر وجود داشته باشد، ما میتونیم که بین شما رفته چیزی از سخن خدا و پیغمبر در بین شما رسانیم. الحال همین قدر گویم امکانیتش نزد من هست، دیگر از این زیاد من امکانیتی ندارم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. الحال مادرای که گویم که صحبت مرا انشاءالله میشنوند، از اونا الحال گویم خواهش من همین است که همون زن انصاری، همون زنی که از مدینه نزد حبیب خدا آمد و گفت ای حبیب خدا، مردها نماز جمعه می روند، مردها نماز جماعت می روند، مردها نماز گویم عید می روند، مردها عیادت بیمار می روند، این قدر ثواب های زیاد اونها صاحب می شوند. ما باشیم در خانه نشسته ایم، چیکار کنیم که برابر مردها ثواب می گیریم؟ حبیب خدا به جانب مردمی که در اطرافش نشسته بود گفت آیا این گونه سوالی که این زن داد از دیگر زن شنیده بودین یا نه؟ گفتن نه نشنیدیم. گفت ای زن، گفت برو به تمام زنهای مدینه برسان که آن ثوابی را که مردها در نماز جنازه و در نماز عید و در عیادت بیمار و نماز دیگر ثوابهایی را که چی در جهاد و مردها برخوردار میشوند، شما هم برخوردار میشوین زمانی که در شوهرهاتون خدمتگار باشین. یعنی شما اگر خدمت شوهرها را کنین، شوهرها از شما راضی باشند، شما ثواب جهاد هم میگیرین، ثواب جمعه را میگیرین، ثواب نماز جنازه را میگیرین، ثواب عیادت بیمار هم
خداوند در نامه اعمال شما می نویسد. از این خاطر الحال که رخصت نیست، شما می توانید که با این عمل چنگ زنین، انشاءالله برابر مردها ثواب میگیرید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. حضرت داملا، بعضی زنها برای که شوهرشان از پدر و مادر، اکه و دادر و خواهرشان روی گرداند، پیش یگان ملا رفته شوهرش را جادوگری میکند. آیا این زن و همان ملا در روز قیامت چه جزا داده می شود؟ با احترام، یکی از مخلصان اشهدی شما. این ملا نیست برادر عزیز، یعنی شما جادوگر گویید. یعنی وقتی زنها پیشی در ما و شما میگن ملاگیش کردن، نه، ملاگی نه، بلکه شما گویید که جادوگریش کردن، سحرش کردن. ملاگی گفتن در شما غلط میکنید، نادرست میگویید. و پیش ملا هم نه، ملا هیچ وقت جادوگر نمی شود. آدم کافر جادوگر می شود. آدمی که از دین روی می گرداند، انسانی که گویم ایمان ندارد، در نزد پروردگار شرف و قدر ندارد، وی جادوگر است، وی فالبین است. حدیث های رسول اکرم صلی الله علیه و سلم به سمع شما می رسانم، باز گوش اندازین. این مسئله مهم است. اگرچه امروز در کولاب خدا را شکر که قریب کی نیست، لیکن در پایتخت خیلی زیاد است. فالبین ها و جادوگرها، مردم به آنها خیلی اعتقاد دارند و بسیار مراجعت میکنند. گوش میاندازیم که پیشوای ما معلم حبیب خدا به شما چی وظیفه میدهد، چی دستور میدهد. اگر این حکم حبیب خدا را شما ترک سازید یا اهمیت ندادین، شما در نزد پروردگارتان عاصی و گناهکار هستین. همون حدیثی که الحال خواندم، اجتنبوا سبع الموبقات، 7 طایفه که در دنیا و در آخرت هلاک شدن، شرمنده هستند، در خجالتند. یکمش کسی است که شریکی در پروردگار میارد، دویمش جادوگر است. دویم نفرش جادوگر است، کسی که در دنیا علم جادو را می آموزد، یا علم جادو را با کسی تعلیم می دهد، یا با طریق جادو گویم دلگرمی و دلخنکی و دیگر عملها را انجام می دهد. من اتی عرافا فسأله عن شیء فصدقه لم تقبل له صلاة 40 لیله. این حدیث امام مسلم است. حبیب خدا میگوید کسی پیش یک فالبین میرود و آن چیزی که فالبین میگوید، این کس میگوید که راست گفتی. همین کلمه راست گفتیش حبیب خدا گفت که 40 روزه عبادتت از نامه اعمالت خط زده شد. 40 روزه نماز، یک کلمه که گفتی راست گفتی، 40 روز نمازت محروم شدی. میدانی نمازت این برای تو در روز قیامت دستگیر است. تو دستگیری خودت، یاردمچی خودت کرک کردی، نابود کردی. من اتی عرافا او کاهنا فصدقوا بما یقول فقد کفر بما انزل علی محمد صلی الله علیه و سلم. کسی که پیش یک جادوگر می رود، کسی پیش یک آدمی که غیب گپ میزند می رود، کسی پیش یک فالبین می رود و تصدیق میکند آن چیزی که وی میگوید، حبیب خدا گفت فقط کفر بما انزل علی محمد، شما به قرآنی که بر محمد نازل شده از کافر شدید. کسی که پیش فالبین یا پیش جادوگر می رود. ان عایشه، این حدیث متفق علیه است، سأل رسول الله صلی الله علیه و سلم اناس من الکهان، یک گروه مردم پیش حبیب خدا آمدن. عایشه میگوید، مادر مانزن رسول اکرم، دختر ابوبکر صدیق، میگوید من گوش داشتم نزد حبیب خدا بدم. گفتن که ای حبیب خدا، در حق همین جادوگرها چی میگویی؟ از جادوگرها پرسیدن. لیسو بشیء، حبیب خدا گفت جادوگرها این چیزی نیستن. گفت این هیچ چیز نیستن. گفت اینا
فقالوا یا رسول الله، این مردم گفت ای حبیب خدا، انهم یحدثون احیانا بشیء فیکون حقا. ای حبیب خدا گفت اونها را گوش انداز، بعضی وقتا چیزایی میگویند که حق است، بعضی چیزهایی را پیشکی میگویند که حقیقت دارد. رسول اکرم چی گفتند؟ فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم تلك الكلمة من الحق يختفوها الجني فيقرها في اذون ولیه. حبیب خدا گفت که آن کلمه حق را که این جادوگرها و فالبینها به سمع شما رسانیدند، این کلمه حق را آنها از آسمان دزدیدند، از بین ملائکه ها دزدیدند، آمدن در گوش همون ولی خود چون که جادوگر است در گوش او گفتند. فیخلطون معها مئة کذبتین. حضرت گفت بعد آنه که یک کلمه حق را که این جنها از آسمان می دزدند و آورده در گوش همون سردار خود میگویند، این جادوگر 100 دروغ دیگر را با او آمیخته میکند و بین شما پیشنهاد میکند. در روایت بخاری است که عایشه روایت میکند، میگوید جنها نزد ابر میروند، تا نزدیکی ابر میروند، آن صداهایی که در آسمان، آن واقعه هایی که در آینده رخ میدهد جنها گوش میکنند و اونها را گرفته آورده در همین جادوگر و فالبین هایی که اونها یار شیدگی هستند در گوش اونها میرساند و اونها به شما میرسانند. شما میگوید حق میگوید. حبیب خدا گفت شما در داخل اون 100 دروغ دیگر وجود دارد، باور نکنید. گفتند هر کی سازد قول فالبین را قبول، در حقیقت کافر است و لا قبول. یا کنی تصدیق قول فالبین یا کنی دشنام رب العالمین، برابر است. بسیار گناهی وزنین است. دادرای عزیز، هیچ وقت به اینها تکیه نکنید. اونا آدمای جینی هستند، اونا جین دارند. اونها را باید که دعاخوانها دعا خوانند. اونا گویم باور که در این جامعه ما بی‌نهایت ضرر کلان میرسانند. کسی که پیش اونها میرود اون را هم صاحب جین میگردانند. یعنی کسلهای دیوانه کسل و هر گونه کسلهایی که خیالی میشوند همش از حساب هم جادوگر و فالبین هاست که لشکرهای زیاد دارند. کسی با آنها مراجعت میکند اون هم الکی در چند جین او گرفتار میشود. هیچ وقت با آنها نزدیک نشوید. از آنها باور هم ندارید. از آنها هیچ فایده ای نیست. و همان زنهایی که میخواهند شوهرهاشان دوستشان دارند، آخر از دست فالبین چی می آید؟ از دست جادوگر چی می آید؟ تو خدمت شوهر کن، شوهر از تو راضی می شود. و تو در دنیا به واسطه جادوگر مثال گویم دلی او را گرم میکنی، در قبر در آخرت در نزد پروردگار چی میگوی؟ حبیب خدا میگد ایما امراتین ماتت و زوجها عنها راض دخلت الجنه. کدام زنی که از او شوهرش راضی باشد این زمان وی وارد جنت می شود. ای جادوگر و فالبین تو را جنت بردن نمیتواند کو. دزدانی که در بازارها پول دزدی میکنند، خداوند با آنها چگونه عمل میکرده باشد؟ التماس جوابشان منتظرند. ای مال یک برادر تا دزدی کردن، گویم یک برادر مسلمان تا ضرر رسانیدن، آیا چی فایده دارد؟ همون حدیثی که اتدرون من المفلس، حبیب خدا گفت ای صحابه ها میدانید مفلس کیست؟ قالوا المفلس فینا من لا درهم له ولا دینار له. مفلس گفت بله ای حبیب خدا کسی است که پول ندارد، مال ندارد، این مفلس میگویند. گفت نه، گفت
حدیث میگویند گفت نه، گفت این المفلس من امتی من یأتی یوم القیامت بالصلاة والصیام والزکات. حبیب خدا گفت مفلس کسی است که در روز قیامت نماز دارد، روزه دارد، زکات دارد. خب لیکن وای راست میکنن همین نماز خانه و یأتی قد شتم هذا. یک کس می آید به پروردگار میگوید ای الله، همین شخصی که نماز میخواند، زکات میداد، روزه میگرفت، همین آدم در دنیا مرا دشنام دادگی هست و اکل مال هذا. دیگرش میاد میگوید ای پروردگار، انا همین شخص در دنیا پول مرا دزدیدگی بود. فیعطى هذا من حسناته و هذا من حسنات. اینجا چند گروه می آید. گروهی می آید که میگوید مرا در دنیا کشتگی است، گروهی می آید میگوید مرا در دنیا تهمت کردگی است و این گونه. الله در آخر چیکار میکند؟ از حسنات این آدمی نمازخوان و زکات دهنده حسنات چه میگیرد و در این انسانایی که در دنیا گویم جبر از دست این دیده بودن، در دست اینها میدهد. وقتی که نیکی این آدم که تمام شد، الله امر میکرد که باید دوزخ برید. یعنی انسانی که در دنیا اگر گویم مال دزدی میکند، یک برادرش تهمت میکند، یک آدم در ظلم میکند، یقین داند که در روز قیامت از حسناتش گرفته میشود و با این شخصانی که در دنیا آزار داده بود داده میشود. السلام علیکم داملای شیرین سخن. من از شما خواهش میکنم که با این سوال ما جواب دهید. میگویند که اگر دستت سیخ زند یا اینکه در انگشتت ریسک باشد، در دستت پول می آید. اینها در اسلام هستند یا نه؟ و باز میگویند که اگر پایت سیخ زند در خانه‌ات مهمان می آید. اینا درست است یا نه؟ التماس با این سوال ما جواب دهید. ما یک گروه مخلصان شما اینا هستند در مردم ما و شما دست سیخ میزند یا پای سیخ میزند مهمان می آید یا که دیگر، یا در ناخنهای ما و شما یک سفیدی پیدا می شود، میگویند که این ریسک است. اینا خرافاتند. خرافات شاید شما ندانید خرافات چیست. خرافات معنای خرافات چیست؟ گپی بیهوده. گپی بیهوده را خرافات میگویند، یا عقیده یا مفهومی که بی اساس است، هیچ پایه علمی ندارد، این خرافات میگویند. در ما و شما خرافات خیلی زیاد است، خیلی زیاد است. حتی در روز جمعه مثال زنها را غسل نکنید، یا اینکه خفاوه نکنید، یا در چایهامان یک شمه میبینند مهمان است فلان گفته. اینا همه خرافات هستند. اینا در باور نکنید، همه این دروغ است. ان الله هو الرزاق ذو القوة المتین. الله میگوید من رزق میدهم. اگر همین ناخونت پوری سفیدی کی شود، اگر من رزقت ندهم، این به این رزق پیدا نمی شود. این دروغ است.